شروع کنیم از خواهر زلفیه. بفرمایید. سلام علیکم معلمه جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تمام قلب آدم گرم میشد. رحمت به شما. جزاکم الله خیرا. یک سوال از کن بادام دوبانم سوال دادن که کتاب های قرآن به مثل بریلاک تحفه میکنن. آیا این کتاب ها هم خیلی معیده نوشته که خونده نمیشود؟ بریلاک ها در خانه ایستاده است، میگن که این نخوانیم این چی گناه میشود یا که علکه هدیه شده باشد در خانه ایستاد، انشالله در خانه ایستاد، اما کاری درست نه. یعنی همین گونه قرآن ها رو خیلی میده کردن که کسی از آن نمیخواند و همچون کتاب الله یا گفتیم همچون احترام کلام پروردگار دیگر قدر ندارد. همچون بعضی ها حتی به کلید میمونند، بعضی ها آویزان کرده میمونند، چیزی دیگر اصلا درست نیست. یعنی به کسی هدیه کرده دست همین هدیه نکنید، برای اینکه همچون یعنی هیبت قرآن می رود. اما وقتی که الکی به شما هدیه شد در یک طرف خانتون استاد با عزتش، انشالله برای نخواندن که دیگه علاجی خیلی گفتید خواندن نیست، انشالله گناهگار نمیشوید. سلامت باشید. ام عبدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. داشتم جایز باشه. بفرمایید. یکمیش همین که یعنی همین نفرهایی که میگن که ما به زبان قرآنی سوره های نمیدونیم و الله خودش قبول میکند، به همین انسان چی گفتن شما؟ در قرآن رو با تاجیکی خواندن گفته استاده؟ نه، قرآن سوره هایی که در نماز میخوانند و به همون زبان تاجیکی، یعنی که سوره های از یاد کردگی. هم در برش ما پیشتر گفته بودیم خواهرم که قرآن رو خداوند با زبان عربی نازل کرد و حرف ها رو وقتی غلط تلفظ میکنید بعضی کلمه ها کلا معنایش دیگر میشود و بعضی خطاگی ها عموما یعنی گناهی عادی نیست، خیلی گناهی بزرگ است. فتح کسره رو جایش رو دیگر کردن، بعضا الف رو نخوندن که حرف از بین می رود. برای همین خداوند می بخشد. گویان وقتی که تو قدرت داری، چشم داری، دهان داری، عقل داری، می توانی که قرآنت را درست کنی، درست نکردن این گناه است. این چیزی عادی نیست. این بهانه نمی شود که خدا می گذارد. گویان می توانی چند ساعت در تلفن نشینی، چند ساعت به کار دنیا مشغول شوی، 15 دقیقه برای درست کردن قرآنت وقت نیافته باشی. گناه است. یعنی نمازهای اینها زیر سوال است، دعاهایشان زیر سوال است، چون همش پر از خطاگی است. کسی که مثلا ولذالین میگوید، ظالمین را ظالمین میگوید، مثلا صالحین را صالحین میگوید، یا ث را مثلا سه میگوید، تماما معنا را از بین میبرد. برای همین یعنی خداوند عقلی داده که عقلی که خداوند برایتان داد تا آخر عمر انسان میتواند خطاگیش را اصلاح کند. و همیشه یعنی در حدیث هم هست، نمیدونم تا کجا سندش صحیح، در سخن مردم هم هست که از گهواره تا گور است، یعنی حتی 50 و 60 و 70 باشد هم می توانید قرآنتون رو درست کنید. یعنی با همین که خدا ما رو می بخشد خود رو فریب نکنند. جزاک الله خیرا. سوال دومم همین کتاب درة الواضحین در تاجیکستان بسیار مشهور است، میخوانند سبحان الله. همین خیلی کتاب باشد. درة الواعظین یک بار به من گسیل کرده بودن، چند دعا و نمازهای تماما از دلیل دورش بود. یعنی فلان دعا رو 100 بار میخوانی، همین خیلی چیزهایش بود تا جایی که من میدانم اگر خطا نکرده باشم. برای همین ببینید که مؤلفش که هست و چیزهایی که در داخلش است از کدام دلیل است. و هر کسی که مثلا چیزی به ما میگوید، مثلا نماز 100 رکعته دعایی که 1000 بار خواندی مشکلی هات گشوده می شود، ما باید به دلیل برگردیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن به شما 2 چیز را من ترک کردم، یکی قرآن، دیگر سنت، که به اینها پایبند باشید گمراه نمی شوید. یعنی هر باره که چیزی رو خصوصا همچون ثواب یا همچون گناه کسی به ما گفت یا دیدیم، باید از پی دلیلش باشیم. که کتابی که شما گفته استاده تقریبا دلیل ندارد، فقط نمیدونم گفته کدام زیادی این کارها رو انسان‌های صوفی میکنن، اونهایی که خیلی عبادت رو دوست می‌دارن اما ببخشید کورکورانه به دلیل میگن عبادت است تمام کردن میگیریم، در حالی که عبادت هم اگر دلیل نداشته باشد و از عبادت به بدعت تبدیل میشود. جزاک الله خیرا. همین در باره شب معراج
از تمام کتابی ترات الوازعین برای ما گفتم، وایسه. برای میخواستم که آره دوستان شما یگان دلیل نداره، چه خیلی گفتم. جزاک الله خیر. و یکم خواهر ریان میفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. معلم سوالم این است که برای تمام نفرانی که ترس تماشای نوارهای اسلامی دارند چی گفتن هستید؟ مثلا اگر معلومات داشته باشید در فرودگاه ها چی در روسیه چی در تاجیکستان تلفن ها رو یک از نظر میگذارند. اگر یکون چیز پیدا کردن دردی سر می شود. مثلا من شاهد همین چیز که نفر که 6-7 سال پیش یا یک نوار اسلامی تماشا کرده است و آنجا لایک گذاشته است، دردی سر شد برایش. برای همین من طول این 3.5 سال است که پیگیر شما هستم و این چنین دیگر نبودم شخصان، ولی میترسم لایک کنم یا مثلا از اونه که در شبکه های اجتماعی میدروی فحش و چیزها در انتها هست، از این مقصد از حسابی لایک است. من میخوام که در همین نوارهای اسلامی لایک کنم، لیکن از این چیز میترسم. حتی با هنگامی که به تاجیکستان میروم تلفنم رو نمیبرم که یکم حادثه نشود. همین برای خیلی نفرا، مثلا شوهر من از همین صبح این حال میخواد که من از تمام شبکه‌های اجتماعی خصوصا از درسایی که با شما اشتراک میکنم از همه جا رو ترک کنم و حتی رقم‌هایم رو عوض کنم. به همین خیلی آدمان چی گفتنی هسته؟ من پیش از همه خواهرم احتیاط هم حد و حدود دارد، ولی مؤمن وقتی احتیاط رو از حد و از حد گرفت دیگر او از خرگوش هم بدتر ترسانچک می شود. مؤمنی حقیقی همیشه سبب رو پیشه میگیرد. مثلا سفر کرده تلفن رو به خود نبرید، مثلا به خاطر چند سوم پول خود رو به خطر ناندازید یک تلفن دیگر در دستتان باشد. لیکن تا این اندازه که خواه و نخواه مرا دستگیر میکنند و این میکنند و اون میکنند، این ترس رو دیگر باید از قلب بیرون کرد. اگر الله نخواهد فرعون در چند متر به موسی بود، وقتی قوم موسی گفتن این لمدرکون انا الان ما رو میکشد، فرعون گفت کلا این ببخشید موسی گفت کلا این معی ربی سیهدین، من با خود پروردگار دارم، اینها هیچ کار کرده نمیتواند. و الله در قرآن میگوید فعلی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنان به الله توکل میکنند. در آیت دیگر میگوید اگر مؤمن باشید به الله توکل کنید، یعنی سبب رو پیشه گیرید، اما تو اندازه نه که شما ترستان به جای الله باشد که یکی تلفنم رو میگیرن مرا اشتراف میکنن یا یکی تلفنم رو میگیرن مرا این میکنن یا اون میکنن. البته من به یگان کس نمیگم خود رو زیر خطر انداز، میگم تو میتوانی احتیاطت را کن، اما احتیاط تو اندازه نشود که ترس یک بنده دوپا که مرگ او هم نزدیک است کی نباشد هم از ترس الله در قلبت بالا باشد و در این عمر 2 روزه تو همیشه فقط از پی تماشای نوارهای فحش و رقص فلانی و توی کدام همسایه و فتای دختر کدام باشی و چیز به خود به آخرت نبری. آنهایی که زنی خود را میگوید نوار اسلامی نبین، مادر خود را میگوید نوار اسلامی نبین، فرزند خود را میگوید نوار اسلامی نبین، برابر این بگوید که نوارهای دیگر را هم نبین، وگرنه در نزد الله شرمنده هستید. آنهایی که به فحش و به رقص و به چیز دیگر کار ندارید، وقتی که نوار می شود میگوید نه خطر است. خطر رو کی ایجاد میکند؟ خاله بچه شما، تقا بچه شما، عمک بچه شما، آنها هم انسان های دوپایه اطراف ما هستند. این ما ضعیف گشتیم که آنها قوی گشتند. باید به خود آید. دنیا 2 روزه است، مرگ به دست الله است، عزیت و عزت به دست الله است. اگر الله نخواهد مثل فرعون 1 قدم در نزدت باشد هم کسی به تو ضرر رسانیده نمیتواند. خواهر خدیجه بفرمایند. خدیجه به تاجیکی نوشتگی نیستند. یاسمن شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. سلطان جان، اولا همین بود که اگر شخصی که مقصد کسی مرده باشد و بعد از نماز نفلی خود ما که میخونیم شام باز 2 رکعت نماز نفل در حق همین مرده گفته بزرگی الله خواندن جایز است یا نه؟ نماز خونده ثوابش رو برای مرده بخشیدن رو اکثریت علما اجازه میدن خواهرم، مانند صدقه کردن، دعا کردن، حتی قرآن خواندن.
مثلا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز، در مذهب امام احمد جایز، حتی در قول از مذهب امام شافعی جایز است. شما نماز رو میخوانید به نام وینه، بعد از خوانده شدن میگوید خدایا نماز مرا قبول کن، ثوابش رو به فلانی مثلا بخشیدم، که اکثر علما به این اجازه میدهند. بعضی علما هستند که میگویند نه، برای مرده فقط شما میتوانید صدقه کنید و در حقش دعا کنید، ولی انشاءالله ثواب نماز نافلتان میرسد. اجازه باشه سوال دیگه هم بفرمایید. وقتی سوره تلاوت دار اگر ما خوانیم مثلا در چت 100 نفر گوش کننده باشه، اما 100 نفر گوش کننده هم واجب نگردد؟ سجده تلاوت در مذهب حنفی واجب است، در دیگر مذهب ها سنت است و واجب است هم برای خواننده هم برای شنونده. وقتی پیامبر سجده میکردند و میخواندند، دیگه صحابه ها هم سجده میکردند، برای همه است، هم شنونده هم خواننده. وقتی که ما واجبات همون قرآن میکنیم، مثلا سوره رو 25 بار واجبات میکنیم، برای 25 بار نه یک تا، نه یک تا، در یک نشست چند بار خوانیدن فقط یک بار سجده میکنیم. خب جزاک الله خیرا. و یکم خیر. عایشه با تاجیکی نوشتگی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. سوال من بود که یک خواهر گفتم که وای تازه که امی کدام زکات کرده، زکاتش نگرفته، نیمی پولش میگه پرتافتگی تا 2400 بود و 1200 پرتافتگی تا میگه نبود. همین وای میگه من چیکار کنم؟ تا پولش برگردانم یا که وای تورت رو الکی پخت؟ پخت تورای گفته که خیلی من نمیگیرم شه. تمام دیگر به پولش هم راضی شود، برای اینکه این خواهر به اون تورت مصرف صرف کردگی است، وقت صرف کردگی است، نه آورد نگرفتن گناهی او هست. به این حرام نیست آن پول رو گرفتن، تورت رو هم گرفتن، این یگان عیب ندارد. آن طرف یعنی اینجا کمبودی از آن طرف است. اگر گفت نه من جوان مردی میکنم یا گفتیم تقوا رو پیشه میگیرم، من میگویم خیر پولت رو گیر، من تورت رو به کسی دیگر میدیم، باز کاری خوب است، اما نه هر دویش رو گرفت، اینجا کمبودی از آن طرف است، این گناهگار نمیشود. استاد جان سوال دارم که همین خواهر خودش کار میکنه، مثلا پولش جمع میکنه، میگه که بعد شوهرش قرضی داره، همون پول میگه ما میتونیم حج عمره روم یا که باید شوهرش قرض بتیم؟ خواهرم یعنی من همین منطق زنها رو نمیفهمم. وقتی شوهرت قرضدار است، پدری فرزندات قرضدار است، در یک خانه هستی، چگونه میتوانیم بگوییم من پولم رو به دیگر جا صرف میکنم؟ کمی رحم داشته باشید، کمی انصاف داشته باشید. عمره انشالله نصیبتون میشود. قرض پدری فرزندانتان را، اون پدری فرزندت است، به خاطر تو شاید قرضدار شده است، شاید به خاطر بچه های تو قرضدار شده است، قرض او را دهید. عمره انشالله می شود. عمره برای زنها فرض نیست، حتی برای مردها هم قولی راجع فرض نیست، مستحب است. نخود تو قرضی که اگر شوهرت از دنیا رفت به گردن فرزندان تو می افتد، اون رو یک سو گذاری بگوی من میخوام عمره روم. خیلی به انصافی است خواهرا، نباید این گونه یک زن مسلمان بی رحم باشد. قرض شوهرت قرض خودت هست، همین گونه باید به خود بگیریم. مگر اینکه گفتید شوهر من قرض رو به خاطر کارهای حرام گرفت، اونجا مسئله دیگر است، اونجا بهترش از این گونه شوهر دور بودن. خانه رو هر دو زندگی میکنن، خانه رو به خود گرفته است یا برای هر دو. شاید مصلحت همین خود خواهر باشد، خانه رو برای فهمی خواهر و فرزندای این گرفتگی است. اگر کردیت مسئله حرام است، اون مسئله جداگانه، اما مسئله دیگر این که شوهرت در خانه قرضدار، تو برای پولهایت پلن دیگر داری، نقشه دیگر داری، این مشکلی است. و یکم ام عبدالله بفرمایند با عربی نوشتگی. السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. استاد عزیز من یک سوال دارم. دادار من اویله دار کردیم ولی یک ماه شد به فکرم 12 یک ماه شد. قطعا زنش دینه رو چیگه جنگ شدن، زنش بسیار بد گپ گردانش میکنن. همیشه گفتن که ایامو استادتون پشتین کنین حکومت چیکار کنه در این حالت؟ که چیکار کنه؟ دادرتون؟ دادرم
خواهرم 1 ماه شده باشد، اگر 1 ماه کمی صبر کنند، بعضا در اول زندگی مشکلی ها می شود، گپ گردانی می شود، بعضا چیز دیگر می شود، برای اینکه به هم دیگر عادت نکردن. شاید کمی بعد خوب شده می رود انشالله. اگر یک مدت دیگر دیدید که نه این خوب شدنی نیست، این برعکس آمده است که تو اینجا زن نبو مثل شوهر معامله کند، اینجا یعنی از شوهر فرمان برداری نبو خودش فرمان روا باشد، گویا رئیس خانه باشد، در اینجا بهترش هرچی بر وقت از این گونه زنهای ناشیزه میگویند، زنهایی که یعنی احترام شوهر را نمیدانند، احترام نکاح را نمیدانند، احترام آیت الله را نمیدانند که الله در قرآن میگوید و مردها قوام خانه هستند، یعنی گپ در خانه اساساً گپ مرد است نه گپ زن. اساساً باید زن فرمانبر شوهرش باشد، بعداً خانه ها آباد می شود. اگر دیدید که این گونه نیست، در اینجا جدا شوند، اما اول خانه اول زندگیشان باشد، در اول بعضی کمبودی ها و مشکلی ها می شود. میگم اول خیلی گرم میزنند و چش کم تر قدیمان ایستادن ما هم در این غریبیم ایستادن خرکت دخترش نمیدونن خیلی نصیحت کنیم گفتن خیلی کم تر گیجوه کم تر گردونه مقصد خیلی نصیحت کنیم تو داره دروریشه هم قدیم نصیحت میکنم شاید نه خیلی خر شما خیلی خواهرم، برای همین شما این الکه دیر کردید، پیش از گرفتن این چیزها رو فکر میکردید و اون مادر این خواهر دخترکم پیشتر باید پیش از به شما دادن میگفت که این همین گونه کمی غضبی هست و عصبی هست. ولی بعضا میشود که خواهرم بعضی یک دخترک در ما حدیث پیامبر است، میگن شما یک مسلمان رو بد نبینید، یک اخلاقش رو بد میبینید، یک اخلاقی دیگر خوب دارد آن. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم در آیت هم هست. شاید که از این طرف زبانش دراز، از دیگر طرف راستگو هست، از دیگر طرف بی خیانت هست، از دیگر طرف مهربان است، اما یک کم زبانی دراز دارد. در بین زنهای پیامبر همین مشکلی بود، در اینجا صبر کرده می شود. یا بعضی مردها هم از یک طرف غضبی، از یک طرف اخلاقای خوب دارند. یعنی به این در 1 ماه نمی شود به یک انسان الکه حکم برآورد. کمی صبر کنید، شاید بعضی اخلاقهای خیلی خوبش است. مثلا من یک نفر رو میشناسم میگن عروسی من زبانی دراز دارد اما مثل دختر میسوزد، بیمار شدم گریه میکند، میگویند قرضدار شدیم یا مشکلی شرایطی پیدا شدیم به کار میافتد، اما خیلی زبانی دراز بی‌زیب دارد. یعنی بعضا می شود که یک خاراکتری بد دارد، چند خاراکتری خوب دارد، برای همین فقط حاضرش در همین وقت یک مقدار صبر کردن. اما دیدید که بالای زبان درازی چند اخلاق بد دیگر هم دارد، بگذار تربیتش را مادرش کند، نه اینکه این خاندان که به اینجا همچون عروس آمد. و ایاکم خواهر عایشه بفرمایید. میکروفون علیکم السلام و رحمت الله. میکروفونتون خواهرم محکم کنید، سوال دادگی خواهر جان شما. عایشه بفرمایید. چند دقیقه پیش دوری سجده گپ شد، یک چیز من سوال می‌بردگی بودم در یادم اومد. معلم جان خانم با خانی فرزندانم با یک خیلی چیزی در گراندماندگی شب روز قرآن میخواند، قرآن میخواند. انمی حالت ما شب روز گوش میکنیم که وای جاهای سجدش سجده کنید. سجده کردن کار قی نیست که خواهر. سجده تلاوت در جای نشستتان الله اکبر میروید، سر رو به سجده میمونید، الله اکبر میخیزید، همین. نه دعا دارد نه سلام دارد، عادی در جای نشستتان یک تا سجده کنید، همین. در یک روز مثلا 3 بار آیت سجده رو شنیدید، بعد از نماز 3 بار سر رو به سجده مونه، چی مشکلی داره؟ سجدهش نمیدونم دی من کجا سجده اومده گذشت. در اینجا گناهگار نمیشوید، در اینجا انشالله گناهگار نمیشوید. در کجا آیت سجده خوان نفهمیدید انشالله گناهگار نمیشوید. نمیفهمیم. همین فهمیدم. جزاک الله خیر. و ایاکم. خواهر فاطمه شما بفرمایید. استاد جان درباره همین و آیاتایی که الله میگه والله لا یهدی القوم الظالمین یا کافرین یا فاسقین، همینجا تفسیر همین آیات چی باشد؟ مثلا هیچ امیدی نیست که مثلا ظالمان اصلاح شوند یا اینکه خداوند هدایت نمیکند قوم کافران را یا ظالمانی که الله میداند که آنها لایق هدایت نیستند. خواهرم
اما ظالمانی که الله هدایت کرد چه الله میدونست که آنها یک مدت ظالمند و بعدا خوب میشوند. هر کسی که الله در علم ازلی خود میداند که او لایق هدایت نیست، او را هدایت نمی کند. وگرنه چی است؟ الله ظلم را برای خود هم حرام کرده است و برای بنده ها هم. الله به کسی ظلم نمی کند. و یکم الله نگهبانتان باشد. خواهران عزیز، همینجا سوال